سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام دوستایی که ما را همین اکنون از چینل یوتیوب فیاضی میدیا بیننده هستند. بازم شما را خوش آمدید میگم به یکی از گزارش های دیگر ورزشی. علیرضا آسایی عضو تیم پرورش اندام در 14مین دور مسابقات جهانی که با میزبانی کشور کره جنوبی در حال برگزار است موفق گردید مقام اول را به دست بیاورد. در رقابت های سنی بالای 50 سال مدال طلا را به نام افغانستان بیاورد. در این رقابت ها ورزشکاران بیش از 48 کشور جهان اشتراک داشت که علیرضا آسایی در این مسابقات مقام اول و مدال طلا را به گردن بیاورد. بسیار جای خوشحالی است که آدم این صحنه را ببینیم. باز هم بسیار یک بدن عالی با سنی که دارد، بسیار بدن عضله‌ای خشک و نام خدا پشت بسیار عالی و فیگورای عالی، واقعا بدن بسیار عالی دارد، سرشانه های بسیار بزرگ و واقعا چقدر حس خوبی است که در دیدن این آدم این گزارش را ثبت کند.